مهر 1409 ساعت 9:56 صبح. مهر 1409 مهر 1409 تهران نابود شد. انفجار مخازن LPG در پالایشگاه تهران. زلزله 9.9 ریشتری. تهران نابود شد. تهران نابود شد. مدارس، خانه‌ها، زندگی‌ها در یک لحظه خاکستر شدند. مدارس در حالی که دانش آموزان در حال تحصیل بودند نابود شدند. فوجعه محیط زیستی، هوای مسموم، شهرهای اطراف آلوده شدند. تهران دیگر قابل سکونت نیست. این یک سناریو خیالی نیست، یک هشدار است. آیا آماده این؟